خب جاوید جان، ما با شما درباره بسیاری از موضوعهای مهم علمی صحبت داشتیم و امروز می‌خوایم درباره یکی از حادثه‌های طبیعی که برای هر یک بیننده ما بسیار جالب است که بدانند زمین لرزه چیست و یا خب ساده کرده گویم که همه میدونن که زمین لرزه این یک حادثه است که زمین میلرزه. خب بیاید شما برای ما معلومات دهید که چرا زمین لرزه به وجود می آید و عموما خود زمین لرزه چیست و چگونه زمین لرزه ها به وجود می آید. بله، زمین لرزه ها در قعر زمین به وجود می آید. ما میدونیم که قعر زمین به وجود می آید و زمین از قسمتی بالایش در قشر زمین بالای و حصه های گوناگون تقسیم یافته است. این حصه ها در حرکت. سبب اساسی زمین لرزه همین حرکت ها میشه. خب یعنی شما تصور کنید که دو حصه قسم زمین نسبت به دیگر سویش میخورند و این سویش خوری به زمین لرزه آورده میرسه. خب باید همینجور نقطه گذاریم و برای بیننده ما بگید که سایش چیست. معلومات مختصر کوتاه کنیم سایش چیست. این حرکت حصه های تصور کنیم قشر زمین میتونه حرکت هر نوع جسم باشد نسبت به یکدیگر و در یک سرحدی چسبیده و هم چسبیده و سایش و هم میرسند و حرکت میکنند. خب جاوید جان بیاد اکو بگوید که سایش خوردن این حصه ها چگونه به زمین جنبی آورده میرساند. بله، شما فکر میکنم مشاهده کرده که وقتی که دو جسم به هم سایش میخورند در سطح آنها حرارت یا هم فشار هم حرارت بلند میشه. دستتون رو در میز اگر سایش دید حس میکنید گرم. این گرمی و این فشار این نیرو هست. جمع میشه. وقتی که این انرژی به نهایت زیاد شد همون حصه های قشر زمین شکست میخورند. بله. شما یک جسم شخشو رو گرفته اگر فشار دهید آیسته اون تحت فشار قطع شده و شکست میخورد. وقتی که شکست میخورد یک نیروی آزاد میشود. این نیرو به نمود لپیش ذره ها آیسته پنج شده و روی زمین میرسد. وقتی که میرسد سطح زمین میلرزد، بناها، انسان ها، هر چیزی که در روی آن است نیز میلرزد و چیزهایی که شخشورند البته در زیر تاثیر این لپیش خوری، این لرزش خراب میشوند، میشکنند. خب این است که خرابی آور است در اینجا. خب حالا جاوید جان بگوید که ما همه میدونیم که زمین لرزه تنها خرابی آور است. آیا باری هم شده که زمین لرزه به حیات انسان خوبی آورده باشه؟ البته من فکر نمیکنم که خیلی زمین لرزه هایی که مثلا در تاریخ مثلا در حدود تاجیکستان رخ دادن اون فایده برای مردم آورده باشند، ولی اگر ما مثلا به این مسئله کمی از مقیاس بلندتر نظر کنیم، زمین لرزه ها نیز البته با وجود تمام خصوصیت های منفی خود با وجود خرابی آوریشان جنبه مثبت نیز دارند. امروز زمین لرزه یک واسطه تحقیق و آموزشی قعر زمین است. ما توسط زمین لرزه قعر زمین را می‌آموزیم و واقعا همین زمین لرزه هست که برای ما نشان داد که ساختار سیاره ما چگونه شکل گرفته است و چگونه شکل دارد، یعنی از چه خبرهایی دارد. خب جاوید جان، شما یک نکته بسیار جالب را اینجا اشاره کرده و حالا بگوید که چگونه میتوان از زمین لرزه ها قشر زمین را معین کرد. واقعا زمین لرزه همیشه وسیله برای آموزش قعر زمین استفاده میشه، چون قید کرده و شما نگاه کنید که ما هر چیزی که در طبیعت می‌آموزیم ما توسط یک نیروی می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم. مثلا هر اون چیزی که در روی زمین است و در آسمان هست ما آنها را توسط انعکاس یافتن نور مشاهده می‌کنیم. خب نور یک نیروی هست که معلومات را درباره این جسم‌ها به چشم ما می‌رساند. به همین وسیله ما نیروی یا موج لپیشخوری یعنی ذره‌ها را موج‌های زمین لرزه را می‌توانیم برای تحقیق قعر زمین استفاده کنیم. مثلا زمین لرزه‌ای که در قعر زمین رخ می‌دهد اون به همه سمت پهن می‌شود، هم بر روی آن هم به زیر آن، از زیر آن از مرکز آن گذشته و اون طرف زمین می‌رسد و باز هم روی زمین می‌ماند. وقتی که موج‌های زمین لرزه پهن می‌شوند آنها توسط تمام قبض‌های زمین
سیر کرده بر روی زمین میروند. وقتی که سیر میکنند سرعت آنها وابسته به جسم هایی که در قعر زمین هستند، مثلا جسم های کوچکی هستند فرق میکنه. و وقتی که ما موج ها رو میگیریم از روی زمانی آمدنشون ما این سرعت ها رو میتوانیم معین کنیم و در اساس سرعت های حرکت در قبض های زمین ما میتوانیم درباره ساختار و ترکیب آنها خلاصه برآوری کنیم. و همین است که زمین نظر را میتوان برای آموزش قعر زمین و قبض‌های استفاده کرد و مخصوصا عیناً همین زمین نظرها هستند که ما امروز میدونیم که سیاره ما از هسته، منطقه و قشر زمین عبارت است. بسیار سپاس و باور کامل داریم که برای بیننده این معلومات ما خوش آمده باشد و در صحبت‌های آینده اطراف این موضوع باز صحبت ما رو دوام بدهیم. سلامت باشید جاوید جان.